شروع میکنیم از خبرهای نوی که امروز به دست ما رسیدن. امروز در تاجیکستان در دو جا در شهر خوروغ و در شهر دوشنبه دو پرووکاسیون از طرف مقامات سر زدن. خب یکم پرووکاسیون در شهر خوروغ در میدان شد که اون روز ساعت اون دو روزه که مردم با اصرار طلب میکرد رئیس ولایت به نزد مردم برآید، او نبرآمد. در همون جنازه ها که در میدان بودن او نبرآمد، جرأت برآمدن نکرد. مردم خواستند که همون روز اول باید میبرآمد، روز دوم نبرآمد. خب امروز که خب همین جنازه ها را بردن، او برآمده خودش به پرووکاسیون دست داد. خودش آمد و به مردم خب به جای اون که یک رقم بالاها باز یک اطلاع دیگر به شما رسونم که دیروز همین که رئیس ولایت علیشیر میرزانباتوف به آدما گفته است که جناب عالی از این واقعه اصلا بیخبر است. خب این افسانه البته باور نکردنی است و اگر باور کردنی میشد او چه رقم پرزیدنت است که در یک معاون رئیس ناحیه رو میشناخت است که کی را بماند با امر خود میماند، یک جزئی ترین منصبدار را میشناسد گویا شخصا با امر خود او را تصدیق و آزاد میکند و تمام امور کشور را گویا در دست دارد و اکنون گویا خب اساسگذار صلح و وحدت و پیشوا و نمیدونم کیم چی بلاها است. تا همین درجه است که در دنیا سازمان ملل متحد با خبر شده است در خوروغ چی گپ. این پرزیدنت تاجیکستان خبر نداشته است. این یک پرووکاسیون. دویم پرووکاسیون امروز برآمده است پیش مردم به جای آنکه هم اظهار تسلیت کند، همدردی بیان کند و وعده کند که البته تحقیقات شروع شده است. خب فرض کردیم اگر عیبدار باشند به جوابگری کشیده می شوند، به همین مانند برآمد میکرد. لیکن او برآمده است و یگانه طلبش بود است که شما روید به خانه ها، اگر شما در همین میدان استادنی باشید از اینجا خب البته که بلوک پست ها مانده شهر خوروغ را پورا در محاصره قرار دادن. او تهدید به مردم کرده است که نرخ نو باز بالاتر می رود و زندگی وزین می شود. بعد به او پاسخ دادن که او مردک تو در کجا زندگی داری؟ نرخ و نوا از زمین بدخشان بلندتر شدنش هم امکان پذیر است. تو کجا ده بودی؟ بگذار نرخ و نوا، بگذار نباشد اوزوقه. ما از همین میدان نمی رویم. او دید است که دیگر گپ ندارد، به رفتنی شده است که کدام پرووکاسیون دیگر که در کجای بوده است یک سنگ حواله کرده است سوش. سنگ حواله کرده است سوش، کجای زده است نزده است اینا حالا با بعضی اطلاع گویا به سرش رسیده است، تصدیقی نیست. لیکن همان سنگ پرتا هم شاید از خود همین مقامات باشد که پرووکاسیون برای همین مقامات حاضر منفعت دارند در همون پرووکاسیون. خب و بر اثر همون یک سنگ تیرپرانی شده است و چند تن دیگر زخم برداشتند. این یک پرووکاسیون. پرووکاسیون دوم در دوشنبه اوانگارد، سازمان اوانگارد تیتوشکاهای تاجیکستان خب با صورت‌های گویا
کارمندان مقامات لط شده که بر اثر اون تمام همه این کشتارها به وقوع پیوسته است، با اونها به نزد دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه اومدند و میخواستند در پاسخ به او تظاهراتی که در نیویورک مردم بدخشان مقیم امریکا تأسیس دادند، یعنی بر ضد همون تظاهرات اونها که در نزد سازمان ملل در مقر سازمان ملل تظاهرات کردن، اینا خواستن که با سازمان ملل پیام خوب الटरनेटिवی را دهند و در اینجا کدام از بچه‌های با غرور تاجیک در همون جا پیدا شدند و با اینا درگیر شدند، صورت‌ها رو از دستشان گرفته درونده پرتافتگی‌اند و در نتیجه 5 نفر جوان غیور و به ناموس تاجیک باز از طرف مقامات بازداشت شدند و حالا در کجا بودن اونا نامعلوم است. خب این شد انا دو پروکاسیون که از طرف مقامات این تا همین روز و ساعت به دست ما رسیده است. یک اطلاع حال تصدیق نشده امیدوار کننده هم به دست رسیده است که کدام از نهادهای علاقه درباره تأسیس یک کمیسیون مشترک برای تحقیق حادثه پیشنهاد دارد، یعنی مکالمه شاید با مکالمه آماده شده باشند طرف حکومت و خوب میشد اگر از طریق مکالمه و اون طلباتی که گرد همو مدگان شهر خروق و دیگر مناطق دنیا طلبات ها را پیشنهاد کردن، همون طلبات ها از قانون، از چارچوب قانون بیرون نیستند. اون طلبات های قانون جمهوری تاجیکستان هست. همون طلبات های قانون ما طلب میکنیم که قانون جمهوری تاجیکستان در بدخشان به استثنا در مقابل همه جاری شده باشد. خواه او یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی باشد، خواه یک کارمند پروکراتور باشد یا وزارت کارهای داخلی یا مقامات محلی حاکمیت دولتی یا یک شهروند قطاری. من دینا در برآمدم در اینجا گذاشته بودم که از سال 2008 به این سو در مقابل زادگان بدخشان، مردم بدخشان در قلمرو بدخشان بسیار جنایت ها از طرف مقامات صادر شد و حساب هم کردم چقدر جنایت ها و تا به همین روز در مقابل همین کارمندان مقامات ما شاهد نشدیم، بدخشانی شاهد نشده است که یگان کارمند مقامات به جوابگری کشیده شده باشد، حتی بازپرسی کرده شده باشد، حتی از وظیفه آزاد کرده شده باشد، در حالی که او را بودند دولت‌هایی که آدم‌ها را از وظیفه در بدخشان آزاد می‌کردند و به وظیفه بلندتری در مرکز به آنها وظیفه بلندتری می‌دادند و همین طریق خیلی که ما در اظهارات خودم پخش کردیم، خب مرکز نسبت بدخشان خود را همچون یک لشکر غاصب با این مردم برخورد میکند. لشکر غاصب را اگر شما به تاجیکی نفهمیدید به روسی اکوپاسیون وایسکا میگن. اون اکوپانت در دوره خب جنگ بزرگ وطنی که فیلم‌های را دیده ایستاده میبینید، یعنی یک کشور دیگر را ضبط میکند، در آنجا خب دست نشانده خود را به حیث خب یک حاکم تعیین میکند و مقامات مرکزی این حاکمیت نسبت این مردم تهجویی
خب البته که اعتماد ندارند، همیشه از یک شورش، از یک خیزش در این مردم هراس دارند و عیناً همین کار را در بدخشان انجام داده ایستادند. طول حداقل 10-15 سال است که به تدریج از تمام وظیفه‌های کلیدی در ساختارهای قدرتی زادگان بدخشان را آزاد کردند و پاکسازی مقامات از بدخشانی ها قریب در رفع انجامیابی است در بدخشان. و یک بدبختی که دیگری که مردم بدخشان دارد امروز، این مقاماتی که این طرح را در دست دارند جوانان زیاد ما را با هر تهمت و بهانه زندان میبرند، زندانی میکنند، داغ سودی میکنند و از این به خاطر داغ سودی داشتنشون خب اونها دیگر ترجمه حالشون خراب می شود و اونها نمی توانند دیگر در ساختارهای دولتی، در دیگر ساختارها کار کنند. حتی بعضی وقتا در دیگر مسئله ها هم به محدودیت و بالای آنها جاری می شود. اکنون بیاید حاضر من در اینجا ما در استودیو یک میمانی داریم، برادرمان اسلام دین. میخواستند تا 17:30 که بعد از 17:30 ما در کانال ماهواره پیام تیوی اصلاح می رود و خب در کانال یوتیوبی اصلاح بعد 17:30 وارد شوید. محمد اقبال صدرالدین ماراتون تلویزیونی ما رو ادامه خواهد داد و حاضر برادر ما اسلام دین تا حدود 1 ساعت با شما خواهد بود. فعال باشید. اگر اینجا میمون های کافی در استودیو باشند از کارگردان تکنیکی خواهش میکنم معین کند و اگر زیاد باشند از اسلام دین میخواستم که کمی زیادتر به مردم فرصت دهد که اونها هم نظرشان را گفته باشند. سلام و درود به بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می‌دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید
هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فرکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا H FEC 5:6. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. با تشکر از برادر عزیزمان علیم شیرزمانوف که این فرصت را در اختیار ما داد تا مدت چند در خدمت شما عزیزان باشیم. از سر اول میخوام یک معلوماتی را که تقریبا نیم ساعت قبل در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید از جانب یکی از فکر کنم یکی از فکرهای کمیته امنیت ملی هست که اظهارات پروکورور ولایت بدخشان را نشر کرده است. در اونجا واقعا خیلی عجیب هست که یک نماینده، یک مقامدار حکومتی، یک نماینده دولت نسبت مردم و نسبت ملت و نسبت کسانی که واقعا چند روز درد میکشند و در این سرما، در این روزهای سرما سردی زمستان در میدان هستند و تنها حق خود را طلب میکنند و تنها به خاطر آن که حقوق آنها پایمال می شود از جانب حکومت به میدان آمدن، یک لفظهای نهایت قبیح، لفظهای نهایت زشت را استفاده میبرد. میخوام توجه شما عزیزان را به این چیز جلب کنم. در این اظهارات گفته می شود که روز 24 تا 27 یعنی گردی همایی از جانب سرکردگان و اعضایان گروه های متشکل جنایی تشکیل شده است. یعنی شما ببینید که در این میدان کیها جمع آمدند؟ مردم و شهروندان کشور، شهروندان ولایت مختار کوهستان بدخشان، کسانی که واقعا نزدیکان خودشان را از دست دادند، کسانی که واقعا حق دارند به میدان بیایند و از حکومت درخواست کنند، طلب کنند که در رابطه با این قضیه برای اونها شرح و توضیح داده شود. ولی این مقامدار و این منصبدار دولتی به جای اینکه به درد اونها خوب پاسخ بگوید، به سوالهای اونها پاسخ بگوید، در مقابل اونها را متهم میکند به اینکه این کسانی که در این میدان جمع آمدن یک جنایتکار هستند. چگونه قبلا اون نفری که شهید شده بود، اون برادر شهید شده گلبدین را که جنایتکار نامیده بودن و همچون جنایتکار معرفی دارن، این مردمی که به خاطر طلب حقوق خود درخواست توضیح از مقامداران در میدان آمدن، اینها را هم متهم میکنند به اینکه اینها جنایتکار هستند، اینها سرکردگان و اعضاهای گروهی متشکل جنایی هستند. واقعا این بیرویی، این بی‌وجدانی، این نمیدونم دیگر نسبت این نمود مقامداران، منصبداران چی کلمات استفاده کرد. نخود 5000 نفر شهروندانی که در این میدان جمع آمدن و تنها از مقامداران توضیح میخواهند، تنها از مقامداران این را طلب دارند که جنایتکاران باید بر اساس قانونها به جوابگری کشیده شوند. ولی این مقامدار دولتی ناشرمیده می آید و این همه شهروندان خودشان را، این مردم خودشان را جنایتکار معرفی میکنند. قریب بر اساس معلوماتی که هست تا امروز 5000 نفر در اون میدان جمع آمده است. نخود 5000 نفر همه سرکردگان و
اعضای گروه جنایی باشند. واقعا این جای نگرانی هست. این از این نمود اظهارات فهمیده می شود که این حکومت هیچ باوری اعتماد به مردم ندارد. مردم برای حکومت یک بیگانه هستند، مثل آنکه در بیانیه پیمان ملی هم نشر شد، یعنی که مناسبت حکومت در این مدت چند سال اخیر نسبت مردم بدخشان واقعا مناسبت یک اشغالگر رو میماند. از این سخنرانی های، از این اظهارات پرکروری ولایت بدخشان چنین برمی آید که این همه مردم واقعا جنایتکار باشند. که میخواهم نظر دوستان رو در این مورد بفهمیم که با این حکومت چگونه باید مناسبت کرد، چی کار کرد که این حکومت ما رو همچون شهروند قبول کند، همچون مردم قبول کند، همچون اعتراضگرانی که برای طلب حق خود به میدان آمدن. این کلمات است که در اظهارات پرکروری ولایت مختار کوهستان بدخشان امروز آمده است، نیم ساعت پیش به نشر رسید. در جای دیگر در دوام اظهارات آمده است که آشکارا این مقامدار دولتی تهدید میکند مردم را، شهروندان را تهدید میکند که قطعاً از شما طلب میکنید ترتیبات جمعیتی را رعایت کنید و میدان را ترک کنید. این یک تهدید هست و هشدار است که اگر این درخواست اجرا نشود شما شاید که گرفتاری از این هم مصیبتی بیشتر شوید. و جای اینکه با سوالات اونها پاسخ بگوید، درخواست اونها رو گوش کند، خب نمیدونم باید شکلی مناسب با اونها پاسخ بگوید، از اونها این تهدید رو نسبت اونها روا می‌بیند. و در قسمت آخر اونجا که چگونه که برادر گرامی من علمی شیرزمانوف بیان کردن که یک پروکاسیا در اینجا داده شد، شاید که این هم با نقشه باشد. در اینجا اینقدر نسبت مردم، این مقامداران نسبت شهروندان بدبین هستند که این کلمات رو استفاده میکنند. مردمی که درد دارند، مردمی که در این مدت 3 روز 3-4 قربانی دادن، شهید دادن، تقریبا 20 نفر یا که شاید بیشتر از این هم زخمی دادن، ولی در سر احساسات شاید حرفای گفته باشند، شاید طلباتی جدی‌تر کرده باشند. این همه حقهای حلال اونها رو تعبیر میکند به چی؟ حسیاتی بلند اوباشی و حسی بدبینی نسبت مقامدار دولتی. یعنی این احساسات مردم رو با این تعبیرها استفاده میکند که این مردم نسبت خب مقام دولتی گویا اینکه حسی بدبینی داشته باشند، اینا اوباش باشند، در حالی که تنها اینها درخواست چی میکنند؟ درخواست این رو دارن که خب در رابطه با قضیه های اخیری که در بدخشان شد برای اینها خب توضیحات داده شد. ولی این هست برخورد یک مقامدار، یک حکومتدار نسبت خب مردم، و جای اینکه بیاد بخشش بپرسد، چون که سرچشمه همه این ناآرامی ها، همه این سرچشمه این اعتراضاتی که در خاروق با وجود آمده است، این هم یکی از کارمندان پروکراتور کشور هست، یکی از معاونان پروکوروری ناحیه رشقلعه هست. یعنی سببگاری همه این اعتراضات اون است. به جای اینکه بیاد بخشش بپرسد و اون نفر را حاضر کنه تا اینکه بخشش بپرسند و اون نفر را مجازات کنند بر اساس قانون، اینجا باز هم گناهگار مردم هستند، گناهگار شهروندان هستند. باید اونها جواب بگویند، باید اونها خب هر چی که می شود گناهگار آنها باشند. و در آخر هم بر اساس خبرها چند نفر زخمی شده است در این امروز، وقتی که رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان به نزد تظاهرگران میبراید و اونها را تهدید میکند. از نگاه من این یک نوع تهدید هست. تهدید میکند که شما حتما باید میدان را ترک کنید و ترتیبات جمعیتی را رعایت کنید. این یک تهدید است، این چیزی دیگری نمیتواند باشد. بعد این باز هم با این اکتفا نمیکنند و تیر میاندازند. خب از سلاح آتشفشان
تیر میکشویند. در اینجا در اظهارات اومده است که به طرف آسمان تیر کشودن، ولی به طرف آسمان تیر کشودن که اینقدر انسان ها، اینقدر نفرانی که در اونجا حضور دارن زخمی نمیشوند. این فهمیده میشود که این تیراندازی هم هدفمندانه هست و باز هم به خاطر متشنج کردن وضعیت هست و به خاطر آن است که این مردم بیشتر سرکوب شوند. چون اگر در مدت این 3 روز متاسفانه می شود گفت که در دیگر منطقه های کشور اگر مردم که خیلی من افسوس میخورم که در دیگر منطقه های کشور هم مردم با این شهروندان، با مردم عزیزی بدخشان همراهی میشدن و به خیابان میریختن که حالا هم فرصت هست، شاید این جرأت رو پیدا نمیکردن که باز هم دوباره با وجود اینکه چند شهید در اینجا شهید داریم، 5 شهید داریم از جانب مقامات دولتی و شهادت رسیدن و اینقدر زخمی داریم، باز هم امروز بر سر اعتراضگران و بر سر مردمی خوب که حق خود را دارن طلب میکنن باز هم تیرکشایی شود. یعنی این جرأت رو اینا از اینجا پیدا میکنن. حالا هم فرصت است که مردم کشور درک کنن و پای ببرن که این حکومت چی میخواهد، از این مردم چی میخواهد. این کاری که در بدخشان کرد، ما شاهد هستیم که در خود من هم زاده ناحیه نورآباد هستم، چه وحشیگری هایی در این منطقه انجام میدهد. در نورآباد، در مثلا در ناحیه رشت انجام میدهد. خودی من که مدت 6 سال میشد بیرون از کشور هستم، تنها به خاطر اینکه گاه در رسانه ها، شبکه ها صحبت های انجام میدهم همین هست. در مدت 5 سال بعد از 2016 تا این وقت من نمیتوانم مستقیم با پدر و مادرم که از 70 سال بالا هستن صحبت کنم و مدت این 6 سال اونها زیر اذیت و آزار و فشار مقامات هستند. بر اساس خبرها این هفته اخیرم باز هم اونها در 6 عدل بودن، از اونها بازپرسی شده است، اونها زیر فشار هستند. این کاری هست که حکومت انجام میدهد. این کاری حکومت است که تنها به خاطر طلب کردن حق و حقوق این کارها رو نسبت مردم انجام میدهد. در همه گوشه و کنار کشور این کار ادامه دارد، این فشارها ادامه دارد، ولی فقط یک فرق در این است که مردم بدخشان، شهروندان عزیز بدخشان واقعا مردم آزاده هستند و تا حال هم تسلیم این رژیم نمیشوند و از حق و حقوق خود طلب میکنند. و اگر دیگر منطقه ها همه این بدبختی رو به دوش میگیرند، همه این مصیبت رو به دوش میگیرند، ولی آماده نیستند که در مقابل این حکومت خودکامه و این رژیم واقعا یک رژیم دیکتاتوری حق خود رو طلب کنند، تنها حق خود رو طلب کنند. این هست مصیبت. واقعا این اظهاراتی که آخر پروکرور ولایت از جانب پروکرور ولایت بدخشان نشر شد، واقعا ما توقع داشتیم که شاید اینها یک کمی هم باشن وجدان اونها بیدار شده باشد، کمی هم باشد که اونها یک با فکر رفته باشند و یک اظهاراتی تا حد هم باشد انسانی تری مطرح کنند، ولی دیده می شود که نه، اینها اون مثل عقرب، مثل کژدم اون طبیعت کژدمی خود را از دست دادنی نیستند و باز هم میخوان بالای این مردم بیچاره از این هم بیشتر چیکار کنند، ظلم کنند و ستم را روا بینند که واقعا این اظهارات نگران کننده هست. این اظهارات بیانگر آن است که واقعا این حکومت یا که مقامداران این همه را با نقشه دارن انجام میدن. حتی اون کشتار اون شهید اولی که در بدخشان شد، من تا این وقت شنیدن این گوش کردن این اظهارات تا این حد فکر نمیکردم، ولی الان یقین کردم که از روز اول این یک نقشه تحریزی شده از جانب مقامات هست، تنها به خاطر سرکوب کردن مردم آزاده این منطقه که امیدواریم از خدا امیدواریم که خداوند کمک میکند این مردم عزیز را و نمیگذارد که این
رژیم خودکامه و این حکومت دیکتاتوری این مردم رو باز مثل دیگر منطقه ها سرکوب کند، چون که خداوند هم وعده داده است برای کسانی که تلاش میکنن، برای کسانی که کوشش میکنن که به حق و حقوق خود دست بیابند، برای کسانی که برای آزادی تلاش میکنن، برای کسانی که برای عدالت تلاش میکنن، وعده خداوندی هست که من آنها را کمک میکنم. اما اگر خپ و خاموش باشی، اما اگر سکوت کنی و با اینکه این واقعیت هست باید تن داد، با این اکتفا کنی، اینکه در دنیا مورد اذیت، آزار، تحقیر، خواری، ذلت مواجه میشوی و در قیامت هم در نزد خداوند پرسیده میشوی، همراه این ظالمین حشر میشوی و عذابی که در قیامت هست برای ظالمان، برای نفرانی که اینها را هم تأیید میکنه در اونجا هست. چند روز قبل من در این مورد یک صحبت داشتم و اینکه در اون کسانی که از ظالمان، از ستمگاران خب اونها را دستگیری میکنن، از اونها پیروی میکنن، در مقابل اعمال شوم آنها خاموش می ایستند، در قیامت خداوند اونها را همراه ظالمان حشر میکند. در مقابل از جانب اون بگیم نمیدونم اونها رو چی گفت، طرفداران این حکومت، این رژیم، این سوال مطرح شد که همیشه شما از دین استفاده میکنید، همیشه شما وقتی که در چنین موقعیت ها از خب نصوص دینی استفاده میکنید. آیا سوال این هست که اول سوال این است که آیا خودی حکومتداران از دین استفاده نمیکنند؟ اگر به شبکه‌های اجتماعی نظر اندازید، صدها مولای درباری هست که این همه اعمال ظالمانه و اعمال ستمگرانه این حکومت را تلاش میکنن که برای مردم سفید نشان بدهند. این همه بیدادگری هایی که از جانب رژیم رحمانوف می شود، همه این را خب به شکل توجیه کنند، به شکل برای مردم عملی خوب نشان بدهند، اینها را نمی بینند. اما وقتی یک نفر بیاید یک وظیفه انسانی خود را، وظیفه مسلمانی خود را انجام بدهد و بخواهد مردم را بفهماند که شما نباید با این حرفهای ملاها و نمیدونم روحانیان درباری گوش بدهید، بلکه باید واقعیت اسلام را درک کنید که همین که میگویند، در گذشته میشنیدیم در دوره شوروی که اسلام را، دین را افیون میگفتند، این به همین خاطر بود که نفران پیدا میشوند که با پشتیبانی از ظالم، با پشتیبانی از یک دیکتاتور، از یک خودکامه، از خب نصوص شرعی استفاده میکنن، از آیه های قرآنی استفاده میکنن، طرز نشان میدهند که این هست دین. یعنی این هست دین که از یک ظالم پشتیبانی کرد، این هست دین که خب در مقابل ناعدالتی ها، در مقابل نابرابری ها، در مقابل خب این همه پایمال شدن حقوق ها باید سکوت کنی، تنها وظیفه تو اطاعت است. وقتی که چنین دین برای مردم چنین وانمود کرده می شود، وقتی که دین برای مردم چنین تبلیغ کرده می شود، واقعا در این وقت است که دین افیون تبدیل به افیون می شود. دیگر این دین نه اینکه سبب نجات بشریت، سبب نجات مردم، بلکه سبب بدبختی، سبب خواری و ذلت مردم می شود. اینجاست که وظیفه مسلمان است، وظیفه یک دیندار هست، هم از نگاه دینی هم از نگاه انسانی بیاید و حقیقت دین را برای مردم بگوید که دین چی میگوید، قرآن چی میگوید. خب برابری میگوید دین، آزادی میگوید دین عدالت میگوید. اینها رو باید برای مردم رسان. در کجا آمده است، در کجای دین آمده است که، در کجای شریعت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که یک نفر 10 میلیون مردم را، 10 میلیون انسان را غلام خود کند؟ این یک سوال عادی هست که هر نفر میتواند این را برای خود بکند. در کجای دین اسلام آمده است که یک نفر، یک شخص خودخواه، یک شخصی نمیدونم ظالم بیاید این همه انسان‌های آزاده را غلام و مطیع خود کند و 30 سال نگذارد که این مردم نفس آرام بکشند
و حالا هم آماده نیست که این مردم را به حال خود بگذارد و هر روزه برای اینکه تنها به خاطر اینکه در قدرت بماند، تنها به خاطر اینکه باز هم این قدرت را از خودش به فرزندش به میراث بگذارد، به ارث بگذارد، این مصیبت ها را بالای مردم میارد. ترس را هر چی که میتواند ترس را در دل مردم زیاد میکند. یعنی این در کجای دین این آمده است؟ ولی متاسفانه وقتی به نام دامولاها، به نام ملاهای درباری، ملاهایی که به تعبیر قرآنی دین خود را، ایمان خود را، انسانیت خود را، وجدان خود را آمادن با چند چند مقدار اندک مال دنیا میفروشند و به خاطر لقمه چند روزه دنیا میفروشند، اینها هستند که میآیند خب از دین یک چیزی میسازن که واقعا هر انسان دیگر نسبت چنین دین، نسبت چنین خب شریعت دیگر نظرشون عوض میشود که نخواد دین اسلام که در اون نفری که پیامبر هست محمد صلی الله علیه و سلم، خداوند او را رحمت للعالمین میگوید، نی رحمت برای همه جهانیان است و خداوند هم خود را در آغاز کتابش بسم الله الرحمن الرحیم میگوید. رحمان و رحیم خودش را برای مردم معرفی میکنه. یعنی که ارتباط خداوند با بندگانش چیست؟ بر اساس رحمت برقرار شده است، رحمت و مهربانی، و باید هم مردم و پیامبری که از جانب خدا آمده است اون هم رحمت برای مردم است. یعنی این باید دین چنین تفسیر شود. در وقتی که این دین رحمت هست برای مردم، این خداوند بر اساس رحمت، شفقت، مهربانی با بندگانش مناسبت میکند، برخورد میکند، در کجای این دین اجازه داده می شود که شما بیایید و از یک ظالم و از یک کسی که به یگان دودیلگی می آید و مردم بیگناه را مورد خب اذیت قرار می دهد، حتی اونها را با اندک کار می آید و اونها را می کشد. این چگونه می شود؟ دیگر چگونه انسان می تواند که در این مورد از دین صحبت نکند؟ این هست که مجبور می شوید، این هست که دیگر باید انسان وظیفه خود می داند، مسئولیت خود می داند که بیاید ماهیت درست دین را برای مردم شرح بدهد، بفهماند. چون مردم ما اکثرا مسلمان هستند، همه باوری به این دین دارند، باوری به قرآن دارند. وقتی ماهیت درست دین برای مردم فهمانده نشود، حتما نفر پیدا می شود که دین را وارونه برای مردم جلوه بدهد. این هست که دیگه مجبور می شویم، در بعضی اوقات مجبور می شود انسان که بیاید و از دین صحبت کند، از سخنهای پیامبر در این مورد صحبت کند که آیا مناسبت یک دیندار با خب یک حاکمی که حقوق مردم را پایمال میکند، اصلا برایش حق مردم، اصلا برایش آزادی مردم، اصلا برایش عدالت هیچ ارزشی ندارد، دیگر این وظیفه یک مسلمان است که بیاد در مقابل او بایستد، وظیفه یک انسان است که بیاد در مقابل او بایستد. حتی ما خود پیامبر همین حرف رو میزند که در این وقت بهترین خب مبارزه و بهترین تلاش اون هست که در مقابل یک پادشاه ظالم نفر پیدا شد و بگوید که بس هست، این همه ظلم بس هست. این که وگرنه چه فرقی دارد بین این که رحمانوف بیاید از نام دموکراتیا با شعارهای دموکراتی حکومت را 30 سال در اختیار خود بگیرد، انتخابات را به بازی بگیرد، خب همه ارزش‌های دموکراسی را به بازی بگیرد و 30 سال حکومت را در اختیار خود بگیرد و باز هم تلاش کند که اون را خب برای نسل‌های خود واگذار کند. چه فرق است بین این و بین نفری که میآید از نام دین حکومت را در انحصار خود قرار می‌دهد، در انحصار قوم خود قرار می‌دهد، در انحصار خب یک مذهب خود قرار می‌دهد؟ چه فرق بین این هر دو است؟ یعنی دیکتاتور، خودکامگی، استبداد در هر شکلی که نباشد اون مذموم است. خود در شکل دینی
گروه از نام دینی می آید حکومت رو خب در این حصار خود قرار می دهد و اجازت نمی دهد که نفر دیگری بیاید در این حکومت با او شریک شود و نفر دیگر می آید خب با شعارهای دموکراتی. مگر این شعارهایی که امروز در کشور ما از جانب حکومت رحمانوف داده می شود، اینها شعارهای چی هستند؟ همه شعارهای خب دموکراتی هستند. حقوق بنیاد، دموکراتی، خب جامعه مدنی، همه این شعارها این هست. ولی حکومت یک حکومت استبدادی و خودکامه هست که خودش را در پشت شعارهای دموکراتی خب پنهان کرده است. چه فرقی بین این حکومت است و بین این حکومتی که در همسایگی ما هست و امروز دارد خب حکومت را در انحصار خود قرار می‌دهد؟ این همه مصیبت های هم که بالای مردم بدخشان دارد می آورد حکومت، تنها به خاطر این است که این مردم باید سرکوب شوند. این مردم باید دیگر صدا بلند نکنند. این مردم نباید هر کاری که نسبت آنها کرده می شود باید حرفی نداشته باشند در مقابل حکومت، مثل اینکه دیگر منطقه ها همین کارو دارن انجام میدهند. من که خود زاده چگونه گفتم وادی رشت هستم، میدونم چه مصیبت های بالای این مردم از جانب حکومت رحمانوف آمده است و حالا هم دارد این مصیبت ها تکرار می شود، ولی کسی نیست که در مقابل این حکومت حرفی بزند. برای من که تنها نمیدونم شاید ماه یک بار در رسانه ها صحبت داشته باشم، بارها تمام اون مردم منطقه را، نه تنها پدر و مادر مرا، حتی مردم اون منطقه را شبهای دراز در مکتب ها، در جماعت ها دعوت میکنن، در بیرون نگاه میدارن، از اونها طلب میکنن، اونها رو مجبور میکنن که شما باید نمیدونم مبلغ جمع کنید، شما باید پول جمع کنید، نفر پیدا کنید برود نمیدونم به اروپا و لهستان و این نفر رو از اونجا برگرداند بیارد و اونها رو چی تحقیرهای نسبت اون مردم بیگناه، مردم بیچاره روا میبیند، چی دشنامهای نسبت اونها میکند. شما فکر کنید نسبت یک موی سفید، پدر من که 70 ساله هست و مدت 50 سال شاید خدمت دولت کرده باشد، برای اون مقامدار میآید میگوید که این نفقه‌ای که تو میخوری حرام است، نفقه‌ای که اون از محنت حلال خودش است، نسبت اون میگن نفقه‌ای که تو استفاده میکنی این حرام است. برای چی؟ برای اینکه فرزند تو در خارج از رحمانوف انتقاد میکنن. در تمام مناطق کشور این مصیبت هست، این مصیبت در تمام محلهای کشور این مصیبت ها هست، در ولایت سوق، در ولایت ختلان، در دوشنبه، در حصار، در همه جا این ظلم و بیدادگری هست. فقط اینها خاموشند. با وجود همه این مصیبت ها این خاموشی را اختیار کردن، ولی این مصیبت بیشتر می شود، این مصیبت ها زیادتر می شود وقتی آن است که مردم به خود بیایند دیگر، وقتی آن است که مردم یک کمی بیدار شوند. یک اعتراض دیگری که همیشه در رسانه ها شنیده می شود و شاید بعضی دوستان ما بر اساس احساسات بلندی که دارند که اونها را می شود درک کرد، ولی این که میگویند شما تنها گپ میزنید، غیر گپ زدن کاری انجام نمیدهید، دوستان گرامی باید دانسته باشیم که این صحبت کردن ها، این گفتن ها، این خود یکی از وسیله های مبارزه است. این یکی از وسیله های مبارزه است. گفتن باید گفته شود. اگر همین گفتن ها نمی بود شاید حالا از این که حالا هست وضعیت باز بدتر میشد، چون که خودی تعلیمات اسلامی هم گفتن حق را در مقابل یک ظالم یکی از وسیله های مبارزه میداند، به هر وسیله‌ای که باشد. همین است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید من را منکم منکرا، کسی از شما یک کار بدی را مشاهده میکند که بدترین کار بد از نگاه دین اسلام، بدترین کار و منکر و گناه این غصب حق این یک جامعه هست، یعنی غصب حاکمیت به زور در اختیار خود نگه داشتن حاکمیت، این بدترین منکر است از نگاه شرع، چه اون بر اساس اون چه اون با شعارهای دموکراتی باشه مثل کشور ما و چه با استفاده از شعارهای دینی. هر دو این کار بدترین منکر و بدترین گناه است از نگاه دین اسلام. کسی میگه منکر را میبیند باید اون را در تغییر اون تلاش کند. اولش این است که با زبان
با زبان باید بگوید، در هر جایی که هست باید بگوید که این حکومت حکومت دیکتاتوری است، این حکومت حکومت خودکامه هست، این غصب حاکمیت از جانب یک خانواده، یک رژیم در این 30 سال این غیر قانونی هست. این رو باید هر نفر در هر، اگر 100 بار هم باشد باید تکرار کند. این آهسته آهسته در ذهن مردم میشیند و مردم درک میکنند که این نفر دارد مردم رو فریب میدهد. از دموکراتی میگوید ولی خودش یک حاکم مستبد، یک فرعون زمان. در مرحله بعدی هست که بعد وارد کار میشه و این همه به قانونی رو تغییر باید بدهیم. ولی متاسفانه امروز این یکی از مصیبت‌های دیگری که ما واقعا مردم شرق و خصوصا مسلمان‌ها گرفتار هستیم این هست که همیشه می‌آییم یک چیزهای خرد رو بزرگ جلوه میدهیم برای مردم و چیزهای بزرگ رو تلاش میکنیم که کوچک نشان بدهیم. ببینید که شریعت اولین پیام‌هایی که دین برای مردم میاد این آزادی هست. یعنی آزاد شدن از بندگی بندگان، آزاد شدن از غلامی از بردگی، یعنی اختیار کامل خداوند برای انسان میدهد، حتی در ایمان آوردن، در عقیده، در باورها، در اختیار دین. برابری، آزادی، برابری، عدالت، صداقت، همه اینها ارزش‌های بزرگی هستند که اصلاً در جامعه های ما از زبان هیچ روحانی صدا نمیدهد. اینجاست که دیگر گمان مردم، فکر مردم نسبت دین تغییر میکند. فکر میکند که دین تنها همین است که میآیند سر منبر 4 نصیحتی نمیدونم چیزای کوچکی رو میآیند اونها رو تلاش میکنند که بزرگ نشان بدهند. اینکه چگونه نمیدونم محسی پوشید، چگونه جوراب پوشید، در کدام جوراب محس کشید، این یک مسائل جزئی رو میارن تبدیل میدن به یک مسائل کلی و یک مسائل اساسی در شریعت که این در گذشته هم بود و اون مسائلی که باید برای مردم گفته شود اونها گفته نمی شود. بس وقتی که یک نفر می آید و می خواهد که ماهیت درست دین رو برای انسان ها، برای مردم، برای جامعه یک مسلمانی برساند که این دین پیش از همه آزادی مردم رو در خود طلب می کند که باید مردم آزاد باشند، باید مردم برابر زندگی کنند. هیچ کس حق ندارد که خب خودش رو از دیگری بالا بداند. همه انسان ها چی سیاه چی سفید، چی مرد چی زن، چی مسلمان چی غیر مسلمان از نگاه انسانی با هم برابر هستند. ولقد کرمنا بنی آدم، در اینجا خود فرزند آدم میگه، یعنی این کرامتی وجودی است، این شرافت و این عزت و احترامی یک برای انسان خداوند داده شد باید برابر باشه. وقتی که انسان میاد میخواد ماهیت دین رو برای مردم از این زاویه بیان کند دیگه اون متهم میشود به اینکه شما چیکار میکنید، شما از دین استفاده میکنید. این استفاده کردن از دین نیست، این بیان واقعیت و ماهیت درستی دین رو برای مردم رسانیدن است. اینجا در این وضعیتی که امروز مردمی خاروق و بدخشان قرار دارند، آیا وظیفه یک دیندار نیست که بیاید بگوید این مردم مظلوم قرار گرفتن، امروز این مردم از جانب خب نمیدونم حکومت مورد ظلم قرار گرفتن؟ آیا حق ندارد یک مسلمان، یک دیندار بیاید بگوید که شما از مظلومین پشتیبانی کنید؟ از نگاه انسانی، از همه نگاه باید در اینجا مردم در برابری بری مردم بدخشان باشند، نه اینکه مثلا از حکومت بیان پشتیبانی کنند. ولی متاسفانه عامل‌های این که مردم رو در واقعا اینقدر ترسانده اند که من حیران میشوم. من واقعا حیران هستم. حتی در بیرون از کشور هستن نزدیکان من نمیتونم با اونها تماس بگیرم. اینقدر ترس وجود این مردم رو فرا گرفته است. علت دیگر بیخبری این مردم هست. واقعا این مردم فکر میکنن که اکثر مردم با این فکر هستن که کار حکومت ما نباید به حکومت کار داشته باشیم، اون کار حکومت علاهیده هست. نمیده یک فکرهای برای مردم پیدا شده است که واقعا خیلی جای نگرانی هست که شاید سالهای طولانی ما نتونیم این همه افکاری با وجود آورده یک دیکتاتور و یک خودکامه رو در یک جامعه تغییر بدهیم. شاید اون خودکامه، اون دیکتاتور از بین برود، ولی این افکاری که در این جامعه ها از جانب یک دیکتاتور، از جانب یک خودکامه کشته می شود، اون سالهای طولانی ادامه میکند، اون سالهای طولانی بدبختی میارد.
در بسیار جامعه هاست که این دیکتاتوران از بین میروند، ولی چون اون افکار رو در اینجا کاشتن در ذهن مردم، اون افکار وجود دارد، باز دوباره چون این خودکامگان، چون این دیکتاتوران رو با وجود میارد. اینجاست که باید هر روزه، هر ساعت، هر لحظه باید گفته شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فقط 13 سال گفتن، غیر از گفتن کاری نکردن، تا که اون افکار غلامی، اون افکار بردگی، اون افکار نادرست، مفهوم‌های نادرستی که در ذهن مردم مکه بود، اونها رو تغییر بدهند. امروز وظیفه ما هم همین است که هر روزه باید گفته شود تا اون مفهوم‌ها، تصورات، افکار غلط و نادرستی که این 30 سال در طول حکمداری رحمانوف، رژیم رحمانوف و 70 سال در دوره شوروی در ذهن ملت و مردم تاجیک کاشته شده است، اونها تغییر بیابند. فکر نکنیم که بر یک برنامه یا که دو برنامه میتوان این افکار و این مفاهیم و این تصورات غلطی رو که در ذهن مردم موجود شده است تغییر داده توانیم. بلکه هر روزه باید این چیزها گفته شود، هر روزه این صدا برای مردم داده شود تا که این افکار غلط، این نمیدونم تصورات غلطی که در ذهن مردم هست، این حکومت جای داده است، اینها تغییر یابند. این حکومت هیچگاه نمیخواد، این رژیم هیچگاه نمیخواد که مردم بیدار شوند، مردم یک درک درست سیاسی داشته باشند، یک معرفت درستی سیاسی داشته باشند، هیچگاه نمیخواد. این همه دربدری، این همه هجرت، این همه غلامی که در خارج هست، همه اینها سرچشمه از کجا میگیرد؟ فکر میکنیم اینها در یک روز یا 2 روز پیدا میشن. نه، اینها سالهای سال بالای افکار، بالای تصورات، بالای اندیشه های مردم کار شده است. اینش نتیجه اش که امروز میلیون ها شهروند کشور در بدر هستند. نتیجه همه اون افکار و اون همه اندیشه و اون همه تصورات غلط هست. امروز هم میخواهند مردم بیدار نشوند و یک منطقه بیداره که در کشور داریم، ما قدری همین ها رو حالا هم نمیدونیم، خنم نظری میکنیم، در کنار اینها نیستیم. این رو هم حکومت میخواهد که سرکوب کند تا اینکه بعد اینکه این رحمانوف ظالم، این دیکتاتور حکومت رو برای فرزندانش واگذار کند، هیچ مشکلی برای اونها با وجود نیاید. ولی امیدواریم واقعا دیگر یک نسیم بیداری دارد در کشور دمیده ایستاده است و جوانهای زیادی هم آهسته آهسته وارد این مبارزه می شوند و انشاءالله از خداوند امید داریم که خداوند این ملت رو بیدار میکند. همان گونه‌ای که در اول این برنامه، در نام این برنامه هست، خداوند و بدخشان رو نگه دار. یعنی خداوند رو بدخشان و ملت تاجیک رو نگه بدار و برای اونها ننگ و ناموس ملی، ننگ و ناموس وطنداری برای اونها نصیب بفرما و بیداری زیادی را برای اونها عطا کن، درک کنن که آزادی چی هست. واقعا وقتی که انسان در یک جامعه آزاد زندگی میکند، بعد درک میکند که یعنی آزادی چی. واقعا دل انسان وقتی در یک جامعه آزاد زندگی میکند و این آزادی را مشاهده میکند، دلش برای ملت میسوزد. اینقدر برای ملت فکر میکند که شاید شبها برایش خوابش نبرد. این وضعیتی که ملت ما دارد، این وضعیتی که مردم و شهروندان ما دارند، واقعا این جای درد هست. باید برای این فکر کرد. دیگر برنامه ما رو دارد به آخر میرسد. دیگر 3 دقیقه دیگر ما برنامه داریم در اینجا. دیگر آهسته آهسته با دوستان خداحافظی میکنیم و از یکایک بزرگان، از یکایک عزیزانی که تا این لحظه ما رو تحمل کردن تشکر میگوییم و امیدواریم که این برنامه ها دوام پیدا کنند و من بعدم در خدمت شما عزیزان باشیم. اگر اون چی که گفتم ذره هم باشد برای منفعت وطن و ملت باشد یا از جانب خداوند است و اگر خطا و اشتباهی از من سر زده باشد، این از جانب خودی من هست که انشاءالله امیدوارم که بزرگان با بزرگواریشان میگذارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا برنامه های دیگر در پناه خداوند متعال باشید. سلامت و سربلند و
салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед, ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فرکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5/6.